بیدار شدم. با توشه از دانش و آگاهی به اراده اندیشه و خرد وهومنی من خویش را یافتم. با دلی مشتاق، پاهایی لرزان و کفش‌هایی که از شوق دیدار پیشا پیش پاهایم حرکت می‌کردند، می‌رفتم که درب مهر نیایشگاه را بکوبم و با فریاد در گلو خفته خویش نیک‌اندیشان را به یاری و آزادی کشور اهورایشان فراخوانم. ای دل که درب مهر گشوده بود، آزادی به استقبالم آمد. مهر و عشق در جسم و جانم روان شد. از باغ آرامش بخش و زیبای نیایشگاه که می‌گذشتم، در روی پله‌ها و سنگ فرش‌های زیبای آن بوی دلانگیز عود و گندر، دیدار آتش افروخته را در خلوت فروهری به مشام جانم می‌رساند. آرامش، سکون، نوای دلانگیز شرشر آب، درخت‌های سرافراشته بر آسمان نیلگون، نور زیبا و کمرنگی که از لابلای برگ‌ها همچون فروزهای اهورایی انسان را نوازش می‌دهد. ساختار دلانگیز نیایشگاه که آدمی را از فراز و نشیب تاریخ به غنا و تعالی فرهنگی کهن اما نوین و پیشرفته پیوند می‌دهد. همه آن بر محور آیین بهی انسان را به شرافت، اصالت، تکامل و تحول هدایت می‌کند. رفت آمد انسان‌های امیدوار، کوشا، با لبخند و مهربان، گویی تو را با هنجار و نظام هنگون جهانی همرنگ و یک دست می‌نماید. در نشست با مهربان یاران نیکواندیش پیوسته زمان و لحظه ها گم می‌شد و مرا از روی زمین تا فرازنای اندیشه های ژرف و سترگ به پرواز در می‌آورد، آنگونه که بران می‌شدم تا به یادگار مسئولیت انسانیان را به جهان هستی ادا. چه می‌شد اگر سوشیانت وارانه خوشه‌ای از این همه تراشات اندیشه‌ای می‌چیدم تا به گره‌گشایی گرفتاری‌های روزافزون ایران کوشش شده باشد. دریغ که در گرماگرم این پژوهش ژرف، در دریای بیکران اندیشه‌های اشون زرتشت، تیر ترکش ناآگاهان پیوسته به جانم و روانم می‌نشست و گرمای فروزان شعله‌های پرند آزادی منشی را خاموش می‌نمود. بار دیگر چون تشنه‌ای بال و پر شکسته، چون خسته، چون گمگشته ناتوان، اما همچنان با اراده راسخ به در مهر نیایشگاه رسیدم. در مهربانانه باز بود. خیزان و لرزان به میادگاه عشق می‌آمدم. افسوس یاری و باری در انبان نمی‌جستم. اما این بار دستی محکم و استوار دستم را فشرد و به زخم‌هایم درمون گذاشت. این دست توانا از زمره فرزندان نیک‌اندیش، نیک گفتار و نیک کردار است. پرویز روانی، مهندسی از زرتشتیان پاک‌نما، چهره آشنا و دوست داشته، 2 بار نماینده زرتشتیان در مجلس، پیوسته کوشا و همراه، از مهربان یارانی است که پیگیرانه در مسیر تکامل و تحول انسانی کوشش می‌کنند. در این راه راستی مهربان یاران دیگری همچون استاد بهرام بهرامی و دانشمند جوان خدایار فرپور که در پژوهش و ترجمه راهنما به زبان انگلیسی بسیار کوشید و یارانی که پیوسته به رهروان آزاداندیشی می‌پیوندند و افزون می‌گردند، نوید می‌دهد که دانش بزرگ با توانایی خرد راه ما را در آنچه آیین مزدیسنا آن را خرد گروهی می‌نامد هموار می‌سازد. امروز من شاهرخ فردوسی گواهی می‌دهم آزادی، برابری، نیک‌اندیشی، خردگرایی و خرد گروهی، مهر، عشق، دوست داشتن انسان را از آیین مزدیسنا آموختم. اینک به رسم یادگاری که تنها اثری است از افراد انسانی در پهنه گیتی، پیشنهاد می‌کنم با آیین راستین اشون زرتشت
به وسیله این شاخص‌ها که گشایشی است در اندیشه‌های انسانی آشنا بشوید. زیرا که انسان در آیین مزد اسنا برخلاف ادیان ابراهیمی با پروردگار خویش بدون واسطه شخص سوم تنها با آگاهی، خرد و اندیشه نیک می‌پیوندد. مجموعه این همایش و کتاب آن به زبان فارسی و انگلیسی برای آموزش نخست و پیوستن به آیین زرتشتی کافی است. به زرتشتی تولدی